اطلاع رسانیده می شود که به ضروریت از نقلیات شخصی استفاده ننماید. از گشت و گذار بیهوده با نقلیات شخصی خودداری کنید. هنگام به ضروریت برآمدن از نقاب‌های طبی استفاده نموده واسطه‌های نقلیات را در جای‌های مقرری موقتا توقف نماید تا که برای به ضررگردانی کوچه محله‌ها مانع ایجاد نکنید. خروجی بیماری 15 کرونا که تمام مردم سیاره را به تشویش آورده است، هیچ کس را به طرف گذاشتن نمیتواند. مقامات کارهای داخلی همچون جزء شاخه اجرایی حکومت مملکت برای پیشگیری از این وبای عصر همه روزه کارهای فهماندهی را در بین اهالی وسعت داده، با تلقین رعایت گیگین شخصی، به ضرورت به کوچه نبرآمدن، به تهلکه نیفتادن و اجرای توصیه‌های طبیبان، چاره‌بینی‌های ترغیباتی را منتظم دایر می‌نماید. با استفاده از دستگاه‌های صدادهنده نقلیات‌های خدمتی بازرسی دولتی автомобилӣ пахши иттилоъ ва эълонҳои тавсиявӣ дар байни аҳолӣ бо дастури роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба реҷаи хизматии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ворид карда шуда бо ҳамин мақсад ҳамарӯза нақлиётҳои хизматӣ сафарбар карда мешаванд. با اطلاع شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت همروزه در حدود 18 شهر و ناحیه‌های ولایت 21 نقلیات خدمتی و کارمندان وابسته شده برای بردن کارهای فرماندهی مسئول کرده شدند.